این حدیث شریفه که امام احمد رحمه الله و امام ترمذی رحمه الله اینا روایت کردن. چی میگن؟ از جابر رضی الله عنه روایت میکنه که رسول اکرم صلی الله علیه و آله گفت که یعذب الناس من اهل التوحید فی النار. این زیر کلمه توحید در حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و آله آمده، یعنی خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله این کلمه را استعمال کرده. ما میگیم عقیده توحید، سند داریم. این چی میگه در حدیث شریف؟ این هدف ما و شما کلمه توحید استعمالش در احادیث است، لکن حدیث هم میخوانیم به خاطر که معنایش هم بفهمیم، ازش هم استفاده میکنیم. میگه یعذب ناس من اهل التوحید فی النار. الله ما و شما را حفظ بکنه، الله حفظ بکنه. بسیار خطرناک است درباره ما و شما است، الله حفظ بکنه. میگه که یعذب الناس، عذاب کرده میشه و مردمان از اهل توحید موحدین در کجا عذاب میشن؟ در فی النار، در آتش دوزخ. پس دوزخ تنها برای کافر نیست، دوزخ تنها برای مشرک نیست، دوزخ تنها برای مرتد نیست، برای منافق نیست. اینا دوزخ فرق میکنه که یکی دوزخ برای کافر و منافق است، گناه دائما و خالدین فیها ابدا هست، و یکی برای انسانهای موحد و یکتاپرست که اینا با وجود موحد بودن خود گناه میکنن، حق مسلمان میخورن، به حرام مبتلا هستند، به گناه ها مبتلا هستند، و در مقابل لذت و زیبایی ابدی دنیا خودت برای یک لذت موقت دنیایی خودت مبتلا ساختن. دیروز یک قاری صاحب بود، من خیز گفت که تصور کنین یک نفر به خاطر یک دختر بدکاری رقاصه 70 حور جنتی که در انتظار عزیز رو از دست میده. چرا از دست میده؟ به خاطر از اینکه به گناه مبتلا میشن. و دلیل چی است؟ این همی حدیث شریف است که یعذب و عذاب کرده میشه ناس، مردمان من اهل توحید. خوب فکرتان نبگیرین، تو نگوین که ما والا موحد هستیم، یکتا پرست هستیم، عبادت به غیر الله نمی کنیم، صفات الله را بر کس نمیتیم، افعالش نمیتیم، ما دیگه قرار در گوندی خیر بشینیم، هر کاری که کردیم خیر است. نه، یعذب و عذاب میشن ناس، مردمان من اهل توحید فی النار حتی یکونوا حمما. الله حفظ بکنه. میگه یا مثل چی واره میشه؟ حمم. اینه میگن در مصوب یک شرح حدیث همین کلمه را پیدا کردن، باز اونا گفتن حمم یعنی چی را میگن؟ فحم زغال سنگ میگن. میگه اینمی اهل توحید در عذاب الله در دوزخ عذاب میشن حتی یکونوا حمما، تا ای که اینا صاحب مثل زغال سنگواره سیاه میگردن. الله حفظ بکنه، الله سبحانه و تعالی حفظ بکنه ما و شما.